اون فیس کیش من نشسته با تتوهای نصفه، تتوهایی که مگه میشه که هم عاشق تتو باشه هم تتو آرتیست بیاری بزنه بگه گریه کنه ها تو داری منو شکنجه میدی. کارکس تتو درد داره دیگه، به من چه ربطی داره که بعد در چه شرایط انسانی زده نشده. دیگه چقدر تو بی‌ناموس و پررویی. 2 تا کارگر برات بپزن بشورن، بهترین آرتیست بیاد تو خونه بده آب میوه‌تو بدن دستت گریه کنی بیان بغلت کنن دلداریت بدن بگی دردم میاد بی اس سی بزنن. اینا یه ور قضیه. ما رفتیم همون این بالای صورتش اینجوری بخیه بالای این پلکش. مثلا این چه خارکسته؟ آی نمیدونم چربی اینجا بوده دکتر در آورده. آقا پایین رو نگاه کردیم دیدم 2 تا سوراخ اینجاست. این چیه خارکسته؟ هیچی ساکشنه دکتر دوسته خانم بلانی بود.